بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على حجة للناس وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را آغاز کنیم، اولا در ابتدا با شما یک جای دعا میکنیم و بعدا ان شاء الله موعظه امروزه را پیشنهاد شما میگردانم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. پروردگارا، ما از تو علم را میخواهیم که با منفعت باشد. خدایا، ما به سوی تو دعا میکنیم که برای ما دلهای ترسننده به سوی خودت بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که برای ما رزق حلال نصیب و روزی بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که تا که زبانهای ما را یاد کننده به سوی ذات خودت بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که از همه بیماری ها این جمعیت ما را شفای کامل نصیب و روزی بگردانی. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من لسان لا يذكر و من قلب لا يخشع و من بطن لا يشبع. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا در هر یک قدم هایی که در این روز جمعه برای ادای نماز گذاشتیم، خدایا ثواب کتابت کنی و جمیع سیئات این جمعیت ما را مغفرت بنمایی و خدایا این جمهوری ما را باز هم آباد و زیبا بگردانی. یکدیگر فهمی را، صلح و امنیت را پایدار در این جمهوری ما نگه بداری و خدایا سرور دولت ما را هم که برای آبادی این حکومت، این جمهوری سعی و کوشش دارد، خدایا ایشان عمر دراز و تن صحت و در جمیع کارهایش خدای مهربان برار نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، جمعه گذشته ما و شما در اطراف یک موعظه خیلی مهم بودیم که این موعظه برای ما و شما خیلی ضرور هست و باید که از این موعظه، از تحلیل این آیت، ما و شما عبرت خیلی بلند را با نصیب شویم. این موعظه ما و شما 5 صفت مؤمن است که الله این را در سوره انفال برای ما و شما اعلان کردگی هست که الحمدلله که ما و شما در اطراف یک صفت این مؤمن که ترس الله بود کمی صحبت کردیم.
و باقی این باز 4 صفت دیگری برای مؤمن لازم است و گفته گذاشتیم که هر یک مؤمنی که دارای این 5 صفت نباشد ایمان او ایمان کامل نیست. باید برای پیدا کردن این 5 صفت هر یک نفر ما و شما باید کوشش کننده باشیم که دارای این 5 صفت باشیم، و الا اگر یکی از این در ما و شما نباشد ایمان ما و شما ناقص است، ایمان ما و شما کمبودی دارد. که این چنین بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یکم صفت مؤمن این بود که الله بیان میکند که مؤمن آن کسانی هستند که باید دل اونها، جسم اونها از الله ترسان باشد. از پروردگار جسم ما و شما، دلهای ما و شما، اعضاهای ما و شما باید از الله ترسان باشد. این یکم صفت مؤمن هست. در هر حالت نباشیم باید از پروردگارمان ترسان باشیم. روی ان رجلا خرج من بنی اسرائیل الى طلب العلم. روایت هست که یک جوان از بنی اسرائیل بود، خواست در آن شهری که زندگی میکرد این شهر را ترک کند و برای طلب علم بیرون از این شهر شود. فبلغ ذلك نبیهم فبعث الیه فاتاه. بس به پیغمبر آن زمانه الله سفارش داد که از قوم تو یک نفر میخواهد که بیرون شهر شود برای طلب کردن علم. پس پیشی وی رو و این جوان را نصیحت کن. این پیغمبر بنی اسرائیل پیش این جوان آمد فقال یا فتا، گفت ای جوان مرد، ای پسر، آیا تو اراده طلب علم داری؟ گفت بله، میخواهم که برای طلب علم از این شهر بیرون شوم. فقال اینی اعیذک بثلاث خصال فیها العلم الاولین والآخرین. پیغمبر به طرف این جوان سفرکی چی گفت؟ گفت من برای تو 3 نصیحت میکنم، 3 جمله را بیان میکنم که در این 3 نصیحت من علم اول و آخر وجود دارد. گوش به اندازیم که در این 3 نصیحتی که پیغمبر آن زمان با این جوان نصیحت کرد و گفت در این 3 نصیحت من تمام علم از اول دنیا تا آخر تا قیامت، گفت در درون این 3 نصیحت وجود دارد. این نصیحت مرا گوش انداز و بعدا اختیار داری، خواه برای طلب علم می روی، خواه برای پیدا کردن این نصیحت های من. جوان گفتند گوشم به طرف شماست، گوش میکنم، چی نصیحت داری؟ پیغمبر چی گفتند؟ خف الله فی السر والعلانیه و امسک لسانک عن الخلق لا تذکرهم الا بخیر وانظر خبزك الذي تأكله حتى يكون من الحلال فامتنع الفتى عن الخروج. پیغمبر نصیحت تمام کرد، 3 نصیحت کرد.
اینها چی باشد؟ میخواهم با یک طریق آزاد ساده برای شما بیان کنم. یکم پیغمبر گفت، ای جوان گفت، خف الله فی السر والعلانیه. یکم نصیحت من امین است که از آن پروردگاری که تو را خلق کرد، آن پروردگاری که پدر و مادری تو را آفرید، آن پروردگاری که برای تو و اهل عیال تو رزق معین کرد، از همون ذات چی در آشکارا و چی در پنهانی ترسان باش. چی در بین مردم باشی، چی در خانه تنها باشی، خداوند حاضر و ناظر بدان و از اون ذات بترس. یکم. دوم، امسک لسانک عن الخلق لا تذکرهم الا بخیر. دوم، همین زبانی که در دهان داری، این زبان محافظت کن. وقتی میخواهی که از نام خلق صحبت کنی یا با کسی را با این زبان خود میخواهی که از جانب او سخن گویی، هیچ وقت در حق مردم یا در حق کدام شخص نباشد با این زبان صحبتهای ناخوب نکن. هرگاهی که مردم یاد میکنی با خیر یادشان کن. با این زبان و تهمت و دروغ و بهتان نزن. دوم نصیحت. سوم، وانظر خبزک الذی تأکله حتی یکون من الحرام حتی یکون من الحلال. حضرت گفتند همان دسترخوانی که در خاندانت میپرتایی و در بالای دسترخوان وقتی نان میگذاری یا دیگر نوش و نعمتی که الله پیدا کرده است بالای دسترخوان گذاشتی، وانظر خبزک الذی تأکله حتی تکون من الحلال. حضرت گفتن همون نانی که گرفتی در دستت یا همون میوهی که گرفتی در دستت و هر نوش نعمتی که گرفتی برای استفاده بردن، یک تفکر کن پیش از آنی که تو او را فرو میبری، پیش از آنی که او را تو در شکم جای میکنی، اول یک فکر کن که این نان از کدام راه در دسترخوان من پیدا شده است. از کدام راه؟ از کدام راه این دسترخوان من صاحب میوه و صاحب قند و قنفت و صاحب این نوش و نعمت شده است؟ اونها را نظر کن از کدام راه در خاندان تو پیدا شده است. حتی تکون من الحلال، تا که این نظری تو برای تو فایده میدهد. وقتی تو اگر نظر کنی، وقتی که تو اگر خوب توجه کنی و از پی این باشی، از پی این فکر باشی، لقمه تو البته به البته از حلال می شود. یعنی وقتی اگر تو در خوردن آن نعمت هایی که بالای دسترخوانت است هیچ توجه نکردی، پروایی نکردی، این حالت تو در نزد پروردگارت برای این لقمه های خوردگی جواب بگویی. طلب الحلال فریضه علی کل مسلم. رسول اکرم میگوید حلال طلب کردن این بر ذمه هر یک مسلمان فرض است. چگونه ای که شما برای ادای نماز جمعه که میدانین که فرض است ادا نکنین گناهگار میشوین، نعمت هایی که در دسترخوان خودتان پیدا می شود و اونها را شما از هر راه میارید، انا همون راه هایی که شما پیدا میکنید باید راه های حلال باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال الله من این ادخله النار. کسی که اگر پروایی نکند که همین نانی دسترخوانش از کجا می آید، الله میگوید من هم پروایی ندارم، از هر در دوزخ خواهم وارد دوزخش میگردانم. یعنی انسان باید در پیدا کردن نان خود سعی و کوشش داشته باشد. باید که از راه حلال آن دسترخوانی که دارد باید از نعمت پر سازد. این حالت برای او در نزد پروردگار مکافات خیر است.
حضرت عبدالله ابن عمر گفتند لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا و صمتم حتی تکونوا کالاوتار ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجز. گفتن اگر شما ای مردم مسلمان، ای کسانی که لقمتان از حرام است مراجعت دارد، ای کسانی که از راههای حرام درآمدها دارین، حضرت عبدالله ابن عمر میگوید اگر تو نمازخوان باشی و بسیاری از همان حرامخورها با نمازخوانند، حضرت عبدالله با آنها مراجعت دارد ای انسانی که هم حرام میخوری و هم نماز میخوانی، اگر تو همچنان نماز خوانی که میان تو خم شود دیگر میان راست نشود، آنقدر روزه بداری که مثل ریسمان یا مثل تاریزی باریک شوی، ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجز. حضرت عبدالله گفتند این نماز و روزه تو را الله بر بالای سر خودت میزند، اینها در نزد خدا قبول نمیشوند تا اگر تو از راه حلال دسترخوان تا پر از نعمت نگردانی. پیغمبر به این جوانی که خارج می شدند این نصیحت کردند. برادرای عزیز، امروز ما و شما هم باید که از راه حلال به دست آوردن نعمت ها کوشش کنیم تا که دعای ما و شما حتی در نزد خدا قبول شود، تا که عبادت ها ما در نزد پروردگار قبول گردند. و الا ما از یک جانب دزدی کنیم، از یک جانب خیانت کنیم، از یک جانب به راههای دروغ و باطل پول پیدا کردن گیریم و با این زندگی ما پیش بردن گیریم، از این جانب نماز خوانیم، این نماز ما در نزد خداوند قبول نمی شود. این نماز ما در نزد خداوند هیچ شرف و قدر ندارد. سه نصیحت کردن. مقصد از نصیحت اولش چی بود؟ خف الله فی سر و العلانیه، از پروردگارتان بترس ای جوان، از خدای خود بترس، چی در آشکارا باشی و چی در پنهانی، چی در بین مردم باشی چی تنها، در همه حالت الله را حاضر و ناظر بدان. برادرای عزیز، باید که ما از پروردگار بترسیم. حضرت ابوذر غفاری میگوید بار در صحبت رسول اکرم جمع صحابه ها نشسته بودیم که حبیب خدا یک حدیث را بیان کردند در باب ترس خدا. چی گفتند؟ اینی ارا ما لا ترون. ای صحابه های من، ای همنشینان من، ای پیروان من، رسول اکرم راجعت دارد، آن چیزی را که من میبینم شما نمیبینید، آن چیزی را که من مشاهده میکنم شما مشاهده نمیکنید، آن چیزی را که من دیدم شما ندیدید. اتت السماء و حق لها ان تعیته. رسول اکرم دوام دادند، گفتند اتت السماء، آسمان ناله میکند، آسمان گریه میکند، و حق لها ان تعیته، و رسول اکرم گفتند حق دارد آسمان این که از ترس الله گریه کند، حق دارد همین آسمان برجسته که اگر ما و شما وقتی یک نظر کنیم یک دهشت دارد، یک کلانی دارد، یک حدود ندارد، رسول اکرم گفت این آسمان حق دارد که گریه کند از ترس پروردگار. ما فیها موضع 4 اصابع الا ملک واضع جبهته ساجدا لله تعالی. پیغمبر خدا گفت همین آسمان کلانی که شما میبینید، در همین آسمان کلان آنقدر ملائکه های وجود دارند که ساجدا لله تعالی واضعا جبهته، پیشانی هاشان در زمین آسمان گذاشتند، همه در حالت سجده هستند، از ترس پروردگار سرشان برداشته نمیتونند. ما فیها موضع 4 اصابع. قسم به خدا گفت در همین آسمان به منزله 4 انگشت جای خالی نیست، همه ملائکه ها در سجده هستند.
به منزله 4 انگشت زمین خالی در آسمان یافت نمی شود مگر در همه اطراف او ملائکه ها سر در سجده دارند، سبحان ربی الاعلا می گویند از ترس از عظمتی پروردگارشان. والله لو تعلمون ما اعلمون لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ابوذر غفاری میگوید رسول اکرم در دوام این حدیث گفتند قسم به خدا گفتند آن چیزی را که من میدانم اگر شما میدانستین هر آینه گفت خنده از لبهای شما کنده میشد و در چشمهای شما گریه پیدا میشد. این رسول اکرم در بین صحابه ها بیان کردند. در دوام چی گفتند؟ و ما تلذذتم بالنساء علی الفروش. اگر شما آن چیزی را که من میدانم اگر شما میدانستین حتی که در جایگاه خوابتان با زنتان لذت نمی بردید. و ما تلذذتم بالنساء علی الفروش، حتی با زنهاتان خانه‌داری نمی کردید اگر شما آن چیزی را که من میدانم شما میدانستید. آن چیزی را که رسول اکرم میگوید من دیدم اگر شما میدیدید هیچ آینه حتی با زنهاتان یک جای خواب نمی کردید. در دوام چی گفتن رسول اکرم؟ ولخرجتم الی الصعودات تجأرون الی الله تبارک و تعالی. آن چیزی را که من میدانم اگر شما میدانستین شما دیگر در خانه هاتان قرار نمی گرفتین، شما دیگر در کارخانه ها کار نمی کردین، بلکه در کوچه ها داد و فیغان گفته به سوی پروردگارتان می گشتین. آن چیزی را که اگر من میدانم شما میدانستید. ابوذر غفاری میگوید وقتی این حدیث رسول اکرم خواندن ابوذر از جاش خیست و گفت یا لیتنی کنت شجرة تعضد. ای کاش که گفت پروردگارا من درخت می شدم که از بیخ بریده می شدم بلکه ابوذر غفاری نمی شدم. وقتی این سخن حضرت شنیدن در مغز استخوانشان این صحبت پیغمبر خدا تأثیر کرد. از جای خود خیست و گفت کاش که یک درخت می شدم، یک مسلمان اره را می گرفت و می برید مرا هیزم در همون آتش می انداخت و ابوذر غفاری نمی شدم. مثل این ابوبکر صدیق خدا رحمت و مغفرتشان کند بهترین شخص افضلترین انسان بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق است. افضلترین مردم بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق است. جنتی بودنش بیشک است. بازم این 10 یار بهشتی یک ابوبکر صدیق است. یک جماعت کلان بهشت حضرت ابوبکر صدیق رهبر است. رسول اکرم گفت تمام دروازه های جنت ابوبکر صدیق فریاد دارند. تمام دروازه های جنت که از من درآ از من درآ. انا همین ابوبکر صدیق با این قدر فضیلت چی میگفت؟ ای کاش پروردگارا من یک گیاه می شدم یک حیوان مرا می چرید و ابوبکر صدیق نمی شدم. ای کاش که پروردگارا بار در باغ گذشت یک پرنده را دید که پرواز دارد، گفت ای پرنده گفت خوش به حالت، می خوری می نوشی در سایگی ها پرواز می کنی، روز قیامت بالای تو حساب حسدی نیست. ای کاش که من پرنده می شدم بلکه ابوبکر صدیق نمی شدم. اینا را از چه حساب می گفتن؟ از حسابی که از خدا می ترسیدن، از بزرگی خدا می ترسیدن، از عاقبتشان می ترسیدن. امروز که یک سبب صفت ایمان مؤمن ترس الله است، برای چی امروز ما و شما دروغگو شدیم؟ برای چی امروز ما و شما حق یک برادر مسلمان میخوریم؟ برای چی امروز ما و شما به مسجدها نمی آییم؟ برای چی امروز ما و شما نماز جمعه ماندگی از پی کار دنیایی مانیم؟ برای که ما و شما تا حال ایمان کامل که یک صفتش خدا ترسی است در ما و شما پیدا نشده است. ما و شما با این خاطر است که از خدا که نمی ترسیم، از این خاطر در این جنایت ها ما و شما دست میزنیم.
برادرای عزیز، باید که از خدا ما و شما ترسیم، باید ترسان باشیم، باید که لرزان باشیم. الله عذابی سخت دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار ابوبکر، حضرت ابو هریره میگه کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبتا فقال هل تدرون ما هذا. ابو هریره میگوید بار در اطراف رسول اکرم نشسته بودیم که این هنگام صدای یک سنگ که در زمین میزند صدای همون در گوش ما رسید. از یک بلندی یک سنگ در زمین زند یک صدای واهمه دارد. رسول اکرم این صدا را شنیدند، صحابه ها هم شنیدند. گفت هل تدرون ما هذا، آیا شنیدید؟ گفتم بله شنیدیم. گفت میدانید که این چی صدا بود؟ قالوا الله و رسول اعلم. ابو هریره میگوید تمام صحابه ها گفتند که الله و پیغمبری او میداند. ای حبیب خدا این چی بود؟ این چی صدا بود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گفتند هو هذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا. این گو یک سنگ کلان بود که از بالای آتش دوزخ در چاه دوزخ گفت پرتافته شده بود. 70 سال بود که این سنگ میرفت. قعر دوزخ شما خودتان از روی این بها دهین. سنگ بود که پرتافته شد در چاه دوزخ 70 خریفا. 70 خریفا شارعای حدیث 70 عاما میگویند، 70 سال. 70 سال بود این سنگ پایان میرفت. فهو یهوی فی النار. الان گفت انتهى الى قعرها. الحال گفت انا همون سنگ گفت در قعر دوزخ رسید. 70 سال همین سنگ به پایان میرفت. الحال گفت رسید صدای انمون سنگی بود که در آتش دوزخ در قعر دوزخ چکار کرد؟ رسید. یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك یجرونها. رواه مسلم. حضرت امام مسلم هم در صحیح خود روایت میکند که روز قیامت الله دوزخ 70,000 نقطه دارد. 70,000 چگونه ای که ما و شما همون گاوهای سرکش یا اسبهای وحشی را در گردنشان بند می اندازن و کشیده میارن. روز قیامت گفت رسول اکرم انا همون دوزخ با 70,000 نقطه دارد. در هر یک نقطه او 70,000 ملکن. هر نقطه او را 70,000 ملائکه میکشد. 70,000 ملائکه دوزخ کشیده در همون محشرگاه حاضر میکنند. از این گونه دهشت چگونه ما و شما نترسیم؟ چرا ما و شما عاقبت ما فکر نکنیم؟ چرا ما و شما آینده ما فکر نکنیم؟ چگونه که جمعه گذشته من در باب یک زنی که رابعه بود برای شما حکایه کردم که از آخرتش می ترسید، از نامه اعمال دادن ترسیدند، از گروهی که سیاروی می شود یا سفید روی ترسیدند. ما با این قدر گوییم که جسمهای با قوت ما که خدا را شکر مردها را الله ناقص العقل نگفت، ناقص الدین نگفت، چرا ما و شما از آینده ما نترسیم؟ در همه حالت باید ما و شما از پروردگارمان ترسان باشیم. ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه میگوید انسان باید که با 7 اعضا از پروردگارش ترسان باشد. با 7 اعضا. یکم حضرت گفتند دل، با دلش از الله ترسان باشد. یعنی در دلش باید که بهتان و بخل و حسد و کینه را جای نکند. انسانی که از خدا دلش باید ترسد، باید در دل او بخیلی وجود نداشته باشد، باید در دل او حسد وجود نداشته باشد، باید در دل او کینه وجود نداشته باشد.
در جای اینها باید که خوف الله وجود داشته باشد. یکم چیزی که مسلمان باید که با 7 اعضاش ترسان باشد این دلش است. همان دل باید چی باشد؟ خالی از کینه و حسد و بخیلی باشد. این حالت در این دل ما میگوییم دل ترساننده به سوی پروردگار است. دوم، ابولیث سمرقندی گفتند باید نظر انسان از الله ترسد، چشمهاش باید که از پروردگار ترسان باشد. روایت می شود که من ملأ عینیه من الحرام ملأ الله عینیه من النار. روایت است که کسی که اگر چشمهاش از نظر کردن حرام پر می سازد، الله روز قیامت این چشمها را از آتش دوزخش پر می گرداند. چشمهایی که اگر نظر کننده در حرام پروردگار باشد. چشمها ما باید که از الله ترسان باشد. سوم، چیزی که از الله ترسان باشد این بطن است. گفت ابولیث سمرقندی این شکم است. این شکم است. گفتند شکم انسان هم باید که از پروردگار ترسان باشد. یعنی هر چیزی را که انسان تناول میکند ما و شما میدانیم که وای به شکم میرود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، کل جسد نبت من السحت فالنار اولا به. هر یک جسدی که از حرام آب و تاب میگیرد، هر یک جسدی که از پاره خوری، از ربا خوری، از حق مردم خوری آب و تاب میگیرد، رسول اکرم گفتند این جسد ارزنده آتش دوزخ است. تو ای صوفی حضرت مولانا از ربا خوری، از حق مردم خوری آب و تاب میگیرد، رسول اکرم گفتند این جسد ارزنده آتش دوزخ است. تو ای صوفی، حضرت مولای جنی را خدا رحمت کند، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق کنه و احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهان چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت گفتن همون ماهی که در دریا، ماهی قبها وقتی همون چنگک می پرتایند دیگر وی نظر نمی کند، اطراف این چنگک نظر نمی کند، فقط همون کیر می بیند و دهان خود در همون که می پرتاید و گویم بعد در هلاکت گرفتار می شود. می گوید تو چرا نظر نمی کنی؟ چرا هر لقمه را که می خوری اطراف او را نظر نمی کنی؟ یعنی انسان سیوم اعضایی که از الله باید ترسان باشد این چیز، این شکم به اوست. باید که از خوردن حرام احتراز داشته باشد، باید که پشتگردان باشد. چهارم، از الله باید چی ترسان باشد؟ دستهای ما و شما از الله ترسان باشد. این دستها باید که حرام کرده پروردگار را هیچگاه نقپد. این دستهای ما و شما باید که به سوی زنهای نامحرم روان نباشد. این دستهای ما و شما باید فقط صحیفه های قرآن ورق زنند. این نظرهای ما و شما فقط باید که به جمله های قرآن باید نظر کننده باشد. پنجم چیزی که از الله باید ترسان باشد، ابولیث سمرقندی میگوید این قدم های شماست. باید قدم های ما و شما هم از الله ترسان باشد. هر جایی که ما و شما می رویم یقین دانید که این با این اعضاها ما و شما می رویم، با این قدم ها من می رویم. باید این قدم های ما و شما هم در راهی باید که راه رود، در راه سفربر کرده شود که راه حلال باشد، راه حق باشد، راه رازگی پروردگار باشد. ششم اعضایی که باید ترسان باشد، ابولیث سمرقندی گفتند این است که طاعت او از برای پروردگار باشد. یعنی هر یک عبادتی که شما میکنین خاصه برای خدا باشد، برای غیر خدا نباشد، برای داناندن نباشد، برای ریا نباشد.
ششم حضرت گفتن هفتم چیزی که اعضایی که باید که ترسان به سوی خدا باشد این زبان است. باید که زبان انسان از پروردگار ترسان باشد. افسوس امروز وقتی ما زبان میگوییم در اطراف زبان اگر ساعت ها من برای شما صحبت کنم کم است. امروز زبان برادر مسلمان ما و شما باور کن چنان آلوده هست که وای به حال همون برادر، وای به حال آن کسانی که این زبان در راه نادرست حرف میکنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله میگوید هر یک کلمه که از این زبان تو میبراید یقین دان که نگهبانهای در نزد این دهان تو حضور دارند. فرشته های هستند که هر یک کلمه، هر یک جمله این زبان تو را گوش میکنند. ابن کثیر در تفسیر خودش میگوید حتی که انسان در حالتی که با زن خودش خانه‌داری میکند یا انسان حتی در حاجت خانه رفته می نشیند، همون جمع چیزی که میگوید همونها را فرشته ها می نویسند. باید آن چیزی را که ما از زبان رانده میکنیم باید فکر کنیم که کدام کلمه از این زبان ما و شما میبراید. امروز اکثر برادرای ما و شما دروغگو شدند، دروغ میگویند. با این زبان دروغ میگوییم، از خدا نمیترسیم. اکثریت کار تمام چی سودامان، چی راههای دینیمان، چی در کارهای حکومتیمان همه قریب با دروغ شیدگی هست. فقط با دروغ ما و شما پیش رفته ایستاده ایم. لیکن یقین دانیم که در این جمله هایی که ما و شما از دروغ هستند تلفظ میکنیم در نزد پروردگار ما جواب میگوییم. رسول اکرم میگوید الکذاب و کلیس. لیس گفتن دزد میگویند. رسول اکرم گفتن دروغگو مثل دزد است. فإن اللیس یسرق من مالی والکذاب یسرق من عقلی. گفته از دزد بینین، دزد گفته از مال می دزدد، لیکن دروغگو گفته از عقل انسان می دزدد. عقل ما و شما را می دزدد. یعنی ما و شما را با سخنهای دروغ خود دامنهای ما و شما را پر می سازد. علل خصوص امروز مراجعت هایی که در ما می شود که در فلانی آمد از من قرض گرفت و برای من وعده داد که فردا یا پس فردا یک ماه پس ما این پولیت را گردانده می دهیم، بعدا می فهمیم که وای ما را دروغ گفته است. رسول اکرم گفتن بینین، گفتن یعنی دروغگو مثل دزد است گفته است. دروغگو یعنی دزد مال می دزدد، لیکن دروغگو گفته است عقل انسان می دزدد. با قسم های خود، با همان دروغ های گویم بافته خود عقل ما و شما را بیگانه می کند. عقل ما و شما را به دست می گیرد و ما و شما را فریب می دهد. حتی امروز بعض کلانترهای ما و شما فرزندای خورده ها ما باور کن دروغگویی را تعلیم می دهیم. همونها را ما و شما حتی دروغگو می کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که الا انبئکم باکبر الکبائر. آیا شما را با کلانترین گناه خبر دهم؟ با کلانترین گناه. این کلانترین گناه چیست؟ میگوید این کلمه را 3 بار رسول اکرم گفتن. آیا با کلانترین گناه شما را خبر دهم؟ آیا با کلانترین گناه شما را خبر دهم؟ قالوا بلا یا رسول الله. صحابه گفتن بله. گفتن ای رسول اکرم خبر ده، چیست کلانترین گناه چیست؟ رسول اکرم اولین چیزی که یاد کردن گفتن الاشراک بالله. یکم شرک به الله آوردن. کسی مشرک در راه خدا می شود این گناه کلانترین است. دوم گفتن و عقوق الوالدین. دوم کسی که در نزد پدر و مادرش گناهکار می شود. کسی پدر و مادرش به احترامی می کند اینم از جمله گناه های کلانترین است. راوی حدیث می گوید که کان جالسا. رسول اکرم می گوید وقتی این سخنها را می گفت در حالت کان متکئا، حالت تکیه زده بودند، تکیه کردگی بودند و این حدیث بیان داشتند. فجلس. راوی حدیث میگوید که در 3مش رسول اکرم از جای خود خیست و نشست و گفت الا و قول الزور.
آگاه باشید گفت سیوم گناهی که گناه کلانترین است این سخن دروغ است. فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکته. راوی حدیث میگوید آنچنان این کلمه سیوم، جمله سیوم آنچنان زیاد تکرار کرد که با دل خود گذرانیدیم که کاش که پیغمبر سکوت کند، کاش که پیغمبر سکوت کند. همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغ راستان دائم فروغ است. به دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. در دنیا این قدر خجالت دارد، وقتی در دروغ انسان شما میقپین، دستگیر میکنین، این قدر خجالت میشود. مولوی جنونی میگوید به دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. خجالت روز قیامتش چند قدر باشد. ستون از راستی آمد به مسجد، ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضرب تبر دید. حضرت میگوید که همین ستونهایی که در مسجد جای کردن، میبینین ستونهای راست راست، یعنی همین ستونهایی که آوردن همش به خاطر او مسجد آمدن که ستونهای راست هستند، یعنی راستگو هستند. خشبها از کجی ضرب تبر دید. این چویهایی که امروز ضرب تبر میبینن، اینها را میگوید از خاطر آن که اونها کج هستند، از این خاطر اونها را با تبر میزنن و راست میکنن. این است یکم صفت مؤمن که ترس خدا. در آخر از همه شما در این اول صفت مؤمن، خواهش من این است که در هر حالتی که باشین دادرای عزیز، چی در کارخانه های دولتی باشین، چی در بیرون از کارخانه های دولتی باشین، چی در کارهای تجارتی تان باشین، چی در سفرها باشین، در همه حالت از پروردگارتان ترسان باشین، از خداتان ترسان باشین. هر کاری در که چنگ میزنین، دست میزنین، خداوند در پهلوتان تصور کنین. همچنان تصور کنین که الله شما را نظارت دارد، الله شما را دیده ایستاده است. میگذاریم به دویم صفت مؤمن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این یک صفتش بود که من برای شما بیان کردم. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. دوم صفت مؤمن این بود است که هر وقتایی که اگر در نزد اونها آیتهای قرآن خوانده شود، هر وقتایی که در بین اونها موعظه، امر معروف و نهی منکر صدا دهد، زادتهم ایمانا، ایمانهاشان زاید می شود، ایمانهاشان زیاد می شود. نه مثل آن کسانی که در بین آنها تلاوت قرآن می شود یا در بین آنها امر معروف و نهی منکر می شود و ای خواب است و ای پروایی ندارد و ای نمیداند که در اینجا امر معروف و نهی منکر است، در اینجا تحلیل آیت قرآن است، در این توجه ندارد، پروا ندارد و ای خواب است، پروایی ندارد. دوم صفت مؤمن همین است که در حالت تلاوت قرآن، در حالتی که ما تحلیل و تفسیر آیت قرآن میکنیم، باید که بنده مؤمن ایمانش زیاد شود. تمام مفسران و محققان و محدثان اتفاق بر این دارند که ایمان انسان از حساب موعظه و از حساب گویم تلاوت شنیدن آیت قرآن چی میشوند؟ قوت میگیرند، نور ایمان زیاد میشود، کیفیتش زیاد میشود. ابو حنیفه اگرچند که ظاهر آیت به این دلالت دارد که ایمان زاید میشود، ابو حنیفه گفتن ایمان زاید نمیشه، ایمان زیاد نمیشود. یعنی همین باوری که ما و شما داریم، ایمان من در جمعه اول برای شما بیان کردم که یعنی این تصدیقی بدیل است و اقرار بر زبان است. حضرت امام ابو حنیفه گفتن انا همین باوری شما
انا همین تصدیقی با قلب شما این زیاد و کم نمی شود مگر که با قوت می شود و ضعیف می شود. یعنی انسان وقتی که از روی تجربه ها نشان داد که وقتی انسان به عمل صالح چنگ میزند ایمان او با قوت می شود، وقتی انسان به گناه مبتلا می شود ایمان او ضعیف شدن می گیرد. این تجربه ها از روی گفته مفسران نشان داد که فقط ایمان ما و شما را با قوت میکردگی عملهای صالح ما و شما هستند. همین عمل صالحی که الحال شما آمده برای جمعه، آمده برای گوش کردن امر معروف و دیگر امرهای شریعت وقتی که شما به جا میارین، اینها ایمان شما را با قوت میکند. و وقتی که شما اگر با گناه چنگ زنید این حالت در ایمانهای شما ضعیف می شود. دوم صفت مؤمن مختصرا همین است که وقتی که شما شنیدید آیت قرآن را یا وقتی که شما شنیدید موعظه ها را، این حالت در ایمان شما قوت گرفتن می گیرد، ایمان شما با قوت می شود. سوم چیست؟ سوم صفت مؤمن و علی ربهم یتوکلون. سوم صفت مؤمن باید این دو صفتش الکه در ما و شما باید باشد. یکم ترس پروردگار، دوم وقتی که آیت قرآن خوانده شود، امر معروف و نهی منکر گفته شود، ما بی طاقت نشویم، ما بی طاقت نشویم، دلهای ما تنگ نشود. از شنیدن آیت های قرآن باید جسم ما راحت کند، باید امر معروف و نهی منکر ما و شما باز طلبگار باشیم، با یک جمعه قناعت نکنیم، باید که باز زیادتر طلب کنیم. در هر جایی که میشنویم که دعوت است، در هر جایی که میشنویم که امر معروف و نهی منکر است، باید که روان باشیم، باید در اونجا رفته ایمان خودمان با قوت سازیم. چگونه که بعضی بندگان خدا هستند که در یک ساعت امر معروف و نهی منکر طاقت ندارند، یا اگر یک چند آیت قرآن در پیش اونا تلاوت کرده شود بی صبرانه بی طاقت می شوند، حتی نشستن در همون معرکه را دیگر برای اونا خیلی مشکل می آید. حتی این در بعضی همون ملاها ما وجود دارد، باور کنید. امروز ما سیاحت داریم، امروز ما گردگشت های زیاد می رویم، از ما تکلیف میکنن که التماس همین یک 20 مینوت واری گپ زنیم بس است، یا 15 دقیقه گپ زنیم بس است. بعضی پیشواهامون که امروز به ذمه همه اونا فرض است که مردم دعوت کنند، مردم طله و تاراج نکنند، مردم دسترخوانشون رفته نگیرند، بلکه برای مردم امر خدا و پیغمبر رسانند. افسوس که امروز این مسئولیت همه پیشواها حس نمیکنند. دارن توجه دارن، دعوت دم می روند، لیکن نیتشون دیگر چیز است. نیت فقط برای چی است؟ فقط برای برداشتن است، برای گرفتن است، برای فقط همون تازه کردن همون خاندان است. دو صفتش انا امین است. سوم و علی ربهم یتوکلون. دادرای عزیز کوشش کنید که این صفت در شما باشد. اگر نباشد باز گفتنی هستم که ایمانتان کامل نیست. باید برای پیدا کردن این شما کوشش داشته باشید. سومش این بود است که با پروردگارتان توکل کنید، توکلی بر پروردگار داشته باشید. خداوند در قرآن سوره طلاق میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی با پروردگار تکیه کننده است. توکل گفته تکیه کردن است. کسی با پروردگارش توکل دارد، چه در همه حادثه و سختی ها، چه مصیبتی که به سرش می آید، چه سختی هایی که به سرش می آید، اگر با پروردگارش توکل داشته باشد، الله می گوید که فهو حسبه، من این انسان بسنده هستم، من این انسان کفایت کننده هستم. کسی که در همه حالت ها با پروردگارش توکل دارد. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. در سوره مائده هم پروردگار میگوید با پروردگارتان توکل کنید
اگر شما مؤمن باشید، اگر شما مؤمن باشید با پروردگارتان تکیه کنید. در سوره آل عمران چی میگوید پروردگار؟ ان الله یحب المتوکلین. پروردگار متوکل دوست می‌دارد. کسی که تکیه کننده به سوی پروردگار است، الله متوکل دوست می‌دارد، توکل کننده را دوست می‌دارد. لیکن دادرای عزیز و پدرای مهربان، توکل چیست؟ شاید سوالی آید. من باوری کامل دارم که شما نمیدانید که توکلی به پروردگار چی معنا دارد، حالا که آیت های قرآن میگوید که شما با پروردگارتان تکیه کنید اگر مؤمن باشید. خداوند به توکل کننده ها بسنده است. الله میگوید متوکل دوست میدارم، توکل کننده را دوست میدارم. توکل این نیست که انسان خودش را به خودش حواله کند و در خانه بیکار نشیند. در خانه بیکار می نشیند و توکلی بر خدا می کند. این توکل نیست. باید که ما اسباب ظاهر هم استفاده بریم. اسباب ظاهر باید استفاده بریم، لیکن در همین اسباب ظاهر اطمینان کامل نمی بندیم، بلکه تمام اطمینان ما به سوی پروردگار حواله میکنیم. اسباب ظاهر می دانیم. اسباب ظاهر این است که ما و شما در یک کارخانه کار میکنیم، یا ما و شما اوستای چوب هستیم، یا اوستای ماشین هستیم، یا اوستای آهن هستیم. خب ما در همین کارخانه کار میکنیم. همین کارخانه اسباب است، سبب است، سبب پیدا کردن بهبودی زندگی من است. این اسباب ظاهر من استفاده میبرم، لیکن در این کارخانه خود اطمینان کامل نمیبندم. یعنی تمامی حیثیات من بر همین کارخانه حواله نمیکنم که فقط همین کارخانه نباشد من دیگر چی زندگی کرده نمیتوانم، بلکه این اسباب ظاهر استفاده میبرم، این کارخانه ما استفاده میبرم، لیکن تمام اطمینان ما به سوی الله حواله میکنم. چگونه که رسول اکرم میگوید قید و توکل، قید و توکل، ببند بعدا توکل کن. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل پای اشتر را ببند. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل پای اشتر را ببند. پای اشتر وقتی تو همون مال و گاوی که در صحرا میخواهی که اونا را کشاده کنی، وقتی اونا را که صحرا بردی اونها را ببند میگه رسول اکرم، و بعدا توکلی بر خداشون کن. این است معنای توکل. ثلاثه لا يحبهم الله عز وجل. الله سه طایفه را دوست نمی‌دارد. سه طایفه را پروردگار دوست نمی‌دارد. رجل نزل بیتا خربا. یک شخص در یک خانه که میداند که یا این زمان یا زمان دیگر چپه می شود، در همین خانه چکار میکند؟ می ایستد میگه توکلم بر خدا. این الله دوست نمی‌دارد، زیرا این خطر تو دیده ایستاده ای. خدا برای تو عقل داده است که این زمان یا زمان دیگر چپه می شود. این توکلی بر خدا نیست. رسول اکرم میگوید که الله دوست نمی‌دارد مردی را که در یک خانه که گویم خیلی حالت ناگوار است، خانه هست که تمام انسان ها میگویند که این زمان یا زمان دیگر چپه می شود، میگوید میلش توکل من به خدا. این توکل نیست. این طایفه را الله دوست نمی داشته است. دوم، رجل نزل علی الطریق. دوم طایفه را که الله دوست نمی دارد کسی است که در قد راه خواب میکند، همراه خود مال اسباب انجام دارد، یا دروازش کشاده میماند و خواب میکنه میگه توکلم به خدا. اینم الله دوست نمی دارد. دروازه ما محکم میکنیم،
و بعدا در جایگاه خوابمون خواب میکنیم، بعد توکل بر خدا میگوییم. دروازه بسته دم الله قدرت دارد که همین قدر مصیبت ها و کشتارهایی که میشود همه اونا دراشون بستن، درهای اونا کشاده نیستن، لیکن ما درهامون بسته میکنیم و بعدا توکل بر خدا میکنیم. یا مثل این که اگر انسانی که دروازش کشاده ماند یا در یک قد راه خواب میکند و میگوید توکلم به خدا، پیغمبر خدا میگوید این گونه مردها را هم الله دوست می‌دارد. سوم کیست؟ سوم شخصی هست که من ارسل دابته ثم جعل یدعوه ان یحبسها. سوم شخصی که مال و گاوش در یک کوهستان سر میدهد، بعد میگه توکلتم به خدا، خودش میگردد میآید. این را هم رسول اکرم گفت این مردم خداوند دوست می‌دارد. ما و شما در اطراف همون حیوان‌هایی که در چراگاه داریم پاسبان‌ها میگذاریم، محافظت میکنیم و بعداً توکلی بر خداشون میاندازیم. این است 3 صفتی که از 5 صفت مؤمن است. انشاءالله من 2 صفت دیگری او ماندگی هست که اینا الذین ينفقون، چهارمش این بود است که کسانی که الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، چهارمش کسی بود است که 5 وقت نماز میخواند، پنجمش نفری هست که از مال داشتگیش در راه پروردگار خیر احسان میکند. انشاءالله این 2 صفت دیگرش را جمعه آینده همراهن همش یک مکملا من برای شما باز میرسانم. الحال فقط یک موضوع خیلی مهمه که حکومت امروزه گوییم با ذمه ما گذاشته است، همین اعلان میخواهم در بین شما کنم. زیرا الحمدلله امروز من میدانم که اینقدر نفرهایی که در این مسجد جمع میشوید، همه شما الحمدلله که از این 5 صفت مؤمن درکدار هستین و مؤمن کامل انشاءالله شما هستین. و این هم یک وظیفه مؤمنی ما و شما. چی وظیفه است؟ رسول اکرم میگوید که الایمان 70 شعبه، ایمان 70 و چند شعبه هست، 70 و چند شعبه دارد. یک شعبه همون چی است؟ الحیاء شعبه من الایمان. حیا، شرم یک شعبه ایمانداری هست. امروز همه شما میدانید، من اینجا مهمان ها هم الحمدلله حضور دارم، شهر کولاب ما و شما در پیش یک معرکه خیلی کلانی که 2700 سالگی میگوییم در پیش داره. پدرها و برادرای عزیز خیلی با دقت باشید، باور کنید این یک وظیفه هم مسلمانی من هم هست. در این شهر کوچک ما و شما خیلی نفرهای زیاد مهمان وارد می شود، خیلی زیاد. مقصد من از اول از حیا وقتی صحبت کردم چی مقصد است؟ حیا شرم معنای را ندارد که ما و شما همین یک نفر را میبینیم، یک زن نامحرم را میبینیم و روی ما میگردانیم. خب یا اینکه مثال گویم یک زنی با سطر با اسلام ما و شما وقتی یک مرد بیگانه را میبیند رویش میگرداند، این هم از جمله شرم و حیا هست. لیکن امروز اگر ما و شما هم اگر این معرکه که در پیش داریم اگر دستگیری نکنیم، همین هم باور کن به شرمی و به حیایی ما و شما را نشان میدهد. ما از شما چی میخواهیم؟ از همین نمازگزارایی که در این مسجد حضور دارند، الحمدلله که تا امروز ما و شما فقط گوییم آن چیزی که پیشنهاد میکردین، هر موضوعی را که پیشنهاد میکردین ما حقیقتش در بین شما گفته ایستاده ایم تا حاضر. انشاءالله این میکروفون هیچ وقت حدیث ضعیف نمیگوید،
این میکروفون تا زمانی که در دست من است هیچ وقت سخن ناحقم نمیگوید، هیچ وقت خاطر هیچ کس هم نمیبیند، فقط سخن حق از اینجا صدا میدهد. لیکن امروز ما هم حس میکنیم که همچه یک حسی وطنداری مان، حسی یک گویم همی کولابگیه که در حسیات هر کدام ما و شما هست. هر یک جا باید به خودش یک حسی وطن دوستاری و محل دوستاری را داشته باشد. امروز همین شهر ما و شما همین جشن دارد، از شما همین قدر خواهش است که خاندان هاتان تازه کنید. یک وظیفه تازگی که تازگی خودش علاقه از اسلام است. ان الله نظیف یحب النظافه، الله پاک است، پاکان دوست می‌دارد. باور کن عیب از شرم است وقتی که این قدر ما و شما در اطراف این صحبت میکنیم، از طرف حکومتدارا این قدر سیاست ها بالای ما و شما میشود، بازم همین ما و شما هیچ عبرت نمیگیریم. مهمان می آید، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. پیغمبر خدا میگوید کسی که ایمان بر خدا دارد، ایمان بر روز قیامت دارد، باید که مهمان احترام کند. مهمان ها را باید که ما احترام کنیم، باید با قدر این مهمان ها ما و شما رسیم. همه ما و شما باید آماده باشیم برای پیشواز گرفتن این جشنی که در همین شهر ما و شما میگذرد. بسیار از شما من باور کن خشنود میشوم و بسیار گویم یک روح تازه هم میگیرم که وقتی که اگر شما از همینجا خیسته رفته همون دروازه تا رنگ میکرده، دیوال ها تا گویم که همون سفید میکرده، نزد همون دروازه آن چیزی که گویم در همون کوچه و در نزد همون حولی تو قرار دارد چرک باشد، گویم که یگان غجدی باشد، همونها را از نزد دروازه دور میکنی خلاص. بعضی همسایه هایی که قوت ندارند، همسایه دیگر میتوانند که با جهت مالی اونها را یاردم کنند. اگر در مالی احتیاج نداشته باشند، برای تازه کردن قوت اگر احتیاج داشته باشند، با قوت ما و شما اونها را یاردم کنیم. انشاءالله ما و شما باور کنید ثواب کلان میگیریم. بسیار یک معرکه کلان است، فقط این شما جدی فهمید. بسیار یک معرکه مهمه در پیشمان سادگی است. ما در اوراتپا بودیم، همین نزدیکی قطعی آنجایی را که جشن گرفتن رفته تماشا کردیم. اون مردم باور کنین تماما اونا ما را تعلیم دادن که ما این معرکه را از سرمان گذرانیدیم، باید این وظیفه ها را شما اجرا کنیم. هر خانه 10 مهمان و 5 مهمان مردم اوراتپا قبول کرده است. هر خانه از حساب خودشون آب و ضیافت دادن. امروز باید مردم ما و شما همون شخصانی که شرایط دارن، ما آدمای نادار هیچ وقت مجبور نمی سازیم، زیرا ما حق مجبور کردن نداریم. انسانایی که شرایط دارن باید که امروز ما شما به شرایط ها را یاردم کنیم و خودمان خانه ها من آماده کنیم برای قبول مهمان ها. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و خداوند ثواب و اجر این موعظه امروزه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدای مهربان کتابت بفرمایی و خدای مهربان هر مراد و مطلوب هایی که در دل این جمعیت است با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. داد پیش نامدین از این طرف بین مرحمت بیا از اون میگم چه. الحمد لله الحمد لله الملك العزيز الغفار العظيم الكريم